خدمات جاسوسی حرکت طالبان که 1.5 سال پیش حکومت را در افغانستان به دست خود درآورد اصرار داشت است که در عمل تروریستی روز 9 مارس که در آن والی از سوی طالبان تعیین شده ولایت بلخ در شمال افغانستان محمد داوود مزمل کشته شد، شهروندان تاجیکستان دست داشتند. در این باره روز 27 مارس سال 2023 خبرگزاری روسی تاس با تکیه به اطلاعیه نشر شده در صحیفه خدمات جاسوسی طالبان در توییتر خبر داد. مزمل صبح 9 مارس در جای کارش در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ کشته شد. مسئولیت آن حمله را سازمان تروریستی داعش به دوش گرفت. در اطلاعیه چنین گفته می شود در ولایت فاریاب عملیات برگزار کرده شد که در نتیجه آن تمام اعضای گروه دست داشته در حمله به والی ولایت بلخ دستگیر کرده شدند. در جریان این عملیات ثابت شد که اعضای این گروه شهروندان تاجیکستان بوده چند قبل برای انجام این حمله به افغانستان فرستاده شدند. خدمات جاسوسی طالبان همچنین خبر داد که در یک عملیات دیگر در ولایت بلخ 3 عضو داعش که از جمله رهبران سازمان داعش خراسان بخش افغانستانی این گروه تروریستی بودند کشته شدند. از آنها مولوی ضیاءالدین، نفر دوم داعش ابو عمر افریدی، یک عضو شورای شاخه خراسانی داعش و استاد سلمان تاجیکستانی یکی از مسئولان آموزش‌های نظامی داعش نام میبرند. درباره شخصیت استاد سلمان تاجیکستانی معلومات دیگری در دست نیست. والی از سوی طالبان تعیین شده ولایت بلخ محمد داوود مزمل صبح 9 مارس سال 2023 در نتیجه یک ترکش در بنای حکومت این ولایت در مرکز ماموریه شهر مزار شریف کشته شد. بنا به گزارش رسانه‌ها یک تروریست مرگ طلب که در بدنش تسمه را با مواد ترکنده چسبانده بود خود را در قوت دوم بنای حکومت ولایت ترکاند. همراه والی در این حمله 2 نفر دیگر هم کشته شدند. از زمان ماه اوگوست سال 2021 با حکومت در افغانستان رسیدن حرکت تندرو طالبان محمد داوود مزمل تا امروز بلند پایه‌ترین مقامات مربوط به این حرکت بود که در نتیجه سوءقصد مسلحانه کشته شد.